الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اما بعد، الله سبحانه وتعالى فرزندان آدم علیه السلام را از بین باقی مانده مخلوقات افضل گردانید. حتی حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر سوره فاتحه در ذیل رب العالمین که پروردگار عالمیان است عالم چند قولها را آوردند. از جمله قولها این عالم را معنی داد کرده گفتند که و گفته شده است که 18,000 عالم هست و از این هم زیاده قولها هست و ما یعلم جنود ربک الا هو. اصلا چندین هزار عالم هست، این را فقط الله تعالی می داند. لیکن از بین این قدر عالم های زیاد الله تعالی فرزندان انسان را اکرام کرد و در آفرینش نیز آنها را در صورت زیبا آفرید. در سوره تین الله تعالی خبر داده گفت که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. در حقیقت ما انسان را در بهترین صورت آفریدیم. که حقیقت وقتی که به پرنده های و حیوان های و چارپاهای و حتی صورت جن را اگر به خاطر آریم که جن ها هم از انسان ها زیاد است و الله تعالی در قرآن کریم آنها را منظری بی‌زیب بودن آنها را وصف کرد. طلعها کأنه رؤوس الشیاطین. درخت دوزخی را که بسیار درخت بدمزه و بدمنظره هست آن را به سر شیطان ها مانند کرد که علما گفتند که این دلالت میکند که به بی‌زیب بودن صورت شیطان های و جن ها که الله تعالی انسان ها را بسیار در صورت زیبا آفرید و همچنان اکرام و عزت کرد. وقتی که پدر آدمیزاد حضرت آدم علیه السلام را آفرید، فرشتگان کرام، آن مخلوقاتی که الله تعالی را گناه نمی کنند همیشه در اطاعت پروردگار هستند، آنها را امر کرد که به آدم علیه السلام سجده کنند، سری تعظیم و سری فرود آورند که این یکی از احترام های پروردگار عالم که هست به فرزندان آدم هست. و در سوره اسراء در این باره معلومات داد ولقد کرمنا بنی آدم. در حقیقت ما فرزندان آدم را اکرام کردیم، یعنی از دیگر مخلوقات ها افضل گردانیدیم، برای عقل دادیم. بینید به خوراک انسانیت نگاه کنید و به آن مخلوقی که یعنی ردیف ما هست، یعنی قریب به ما نزدیک از جن، به آن یک مراتبه نظر کنید. خوراک آنها عبارت از استخوان و عبارت از سرگین و از همین اطراف است. لیکن خوراک انسان بینید، لباس انسان بینید، جای زیست انسان بینید، حقیقت آنها را الله تعالی اکرام کرد. و از بین آنهایی که الله تعالی را دوست می‌دارند، با الله تعالی ایمان دارند، دین الله تعالی را دینداری میکنند، آنها را الله تعالی دوست می‌دارد. بلندتر گردانید نسبت آنهایی که با الله تعالی ایمان ندارند. و از بین ایمان داده شدگان، از بین مؤمنها پیغمبران را الله تعالی افضل گردانید و از بین پیغمبران رسولان را اختیار کرد که رسولان از پیغمبران افضلتر و در نزد خدا مرتبهشان عالی تر است. و از بین تمام پیغمبران و رسولان
حضرت محمد ابن عبدالله را بهترین پیغمبران و رسولان گرداند، بلکه حضرت محمد علیه السلام از تمام فرشتگان نیز افضل هستند و الله تعالی که خود خالق است، آفریدگار است، غیر الله تعالی دیگر همه مخلوق است. در بین مخلوقات بهترین مخلوق این جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. دوست داشته ترین مخلوق به الله تعالی، محبوب ترین مخلوق به پروردگار عالم این پیغمبر ما حضرت محمد علیه السلام است. و شناختن آن حضرت، دانستن پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکی از 3 اصلهای دین مقدس اسلام است که در مسند امام احمد و سنن ابو داود و نسائی و ابن ماجه و در کتابهای ابو عوانه و حاکم، یعنی در مستدرکشان از براء ابن عازب رضی الله عنه آمده است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودند وقتی که انسان از دنیا میگذرد و او را به خاک دفن میکنند، به نزد او 2 فرشته با نام منکر و نکیر آمده او را پرسجو میکنند. آنها به هر یک انسان 3 سوال میدهند. کسی که اگر به این سوالها جواب درست داد، او تا روز قیامت یعنی از جنت به او تیریزه کشاده میشد و از باد و هواهای فارم جنت و خوشبویی های آن آمده می ایستد و از کورپه های جنت برآورده انداخته می شود و خواب می کند. اما آنی که به این سوال ها جواب داده نمی تواند، الله تعالی برای او تیریزه را امر می کند کشاده می شد از آتش دوزخ. سپس از دوزخ بوی بد و گرمی و اذیت ها آمده می ایستد تا روز قیامت در همین احوال است. بنابراین این 3 سوال خیلی که رسول الله گفتند: پروردگارت کیست، پیغمبرت کیست و دینت چیست؟ اولین سوال این پروردگارت کیست پرسیده می شود. دوم دینت چیست؟ ما دینک، دینت چیست؟ سوم پیغمبرت کیست؟ ما برای دانستن پروردگار عالم و برای دانستن دین مقدس اسلام باید پیغمبر اسلام را شناسیم، زیرا آنکه ما دین مقدس اسلام را محض به واسطه این پیغمبر می شناسیم. دین مقدس اسلام را برای ما این پیغمبر شناسایی نموده و الله تعالی را نیز برای ما وصفها و صفتها و نامهای بزرگش را پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیم داده. بنابراین این اصلهای 3 گانه به هم دیگر یعنی علاقه دار است. باید هر یک این 3 اصل را شخص مسلمان خوب دانسته باشد و مجرد دانستن هم فایده نمی دهد. کسی که داند که پروردگارش الله است، دینش اسلام است، پیغمبرش محمد است صلی الله علیه وسلم، این کفایه نمی کند. همین مجرد یعنی همین سوال ها و جواب کوتاه دانستن کفایتی نمی کند. برای آن که بسیار وقتی که به امتحان های دنیا اگر نظر کنیم، شاید پیش از امتحان با آن سوال جواب را می داند، لیکن در امتحان جواب از دهان او می رود، یعنی گویا که نمی دانسته بود. دهشت و وحشت آن روز، دهشت و وحشت آن قبر تاریک چنان می کند که شخص گناهگار به زبان او نمی آید که پروردگار او الله است و دینش اسلام است و پیغمبرش حضرت محمد علیه السلام است. بنابراین محتوای صحبت امروزه ما و شما درباره 3مین سوالی که در قبر برای هر یکی ما و شما داده می شود که باید با جواب آن اعتبار دهیم، جواب آن را از خود دانیم و باید خوب با آن سوال جواب را آماده کنیم که پیغمبرت کیست؟ پیغمبرمان حضرت محمد علیه السلام
خیلی که در بالا اشاره کردیم بهترین مخلوق پروردگار عالم هستند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه ماه ربیع الاول، در بعض قولها روز نهم ماه ربیع الاول سال یکم حادثه فیل که این به 20 و در بعض قولها به 22 اپریل سال 571 میلادی راست می آید که بین طلوعین، بین طلوع صبح و بین طلوع آفتاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فخر انسانیت به دنیا آمدند. که شهری که به دنیا آمدند مکه مکرمه است. وقتی که به دنیا آمدند الله که پدری ایشان از دنیا گذشته بود، زیرا که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در شکم مادرشان 2 ماهه بودند، پدری پیغمبر از دنیا گذشتند. پیغمبرمان پدر را ندیده، یعنی به دنیا اصلا یتیم تولد شدند. وقتی که تولد شدند معجزه های زیادی را مادرشان دیده بود و در این باره در کتاب های سیر آمده است. حضرت مادرشان آمینه بنت وهب به آن بادیه نشین هایی که کودک ها را آمده از شهر و از اطراف شهر گرفته در بادیه تربیه میکردند به آن سپاریدند که حلیمه سعدیه مادر شیری جناب رسول الله حساب می‌یابند. این کس پیغمبر را از بین چقدر کودک ها اختیار کرد. یگانه کودکی که کسی نگرفته بود این پیغمبر خدا بود. برای آنکه آنهایی که آمده از شهر کودک میگرفتند به امید اجاره پولی، به امید مزد مهنت شده میگرفتند. آنها حرکت میکردند که یک کودکی را یابند که پدری وی ثروتمند باشد و کودکی او را تربیه کنند. همین خیلی کودک هایی که یعنی از بین برده بودند، کسی که برای کودکگیری آمد پیغمبر خدا را نگرفت. در آخر این حلیمه یک زنی بود همراه شوهرش آمده بود، برای این دیگه کودک نماند. این گفت برای آنکه خالی برگردیم و از بین همسفرها بی کودک برگردیم، اگرچه پدرش نباشد هم میگیریم، یعنی همراهی فرزند خود تربیه میکنیم. گرفته همراه برد و معجزه های زیاد را این هم دیده بود که ما در این یک روز جمعه در یک ساعت های معین همه آن را به تفصیل بیان کرده نمیتوانم، لیکن مختصر گرفته برد و در آنجا در بادیه تربیه میداد. سببی در بادیه تربیه یافتن کودکان این خیلی بود که عادت اهل مکه در جایهای شهر عادتا لغت زبان ویران می شود. برای آنکه در جایهای پایتخت و در شهرها شخصان زیاد می آیند، خاصتا در شهر مکه مکرمه که از تمام اطراف به زیارت خانه خدا مردم زیاد می آمدند، زبان اهل مکه کمی تغییر یافته بود، با زبانهای بیگانه آمیختگی هم داشت. برای تازه ماندن لغت کودک خود را به بادیه می فرستاندند تا اینکه تربیه اولش اینکه زبان سالم و همچنان بدن سالم در هوای تازه بادیه کودک به وای می رسید. وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به سن 6 سالگی رسیدند، در بعضی روایت‌ها مادرشان از دنیا گذشت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بابایشان عبدالمطلب تربیه میکرد و بعد وفات بابایشان که در بعضی روایت‌ها در 8 سالگی ایشان از دنیا گذشت، به تربیه عمکشان ابو طالب گذشتند. در خانه ابو طالب نشأ و نما یافتند. پیغمبرمان پسر عبدالله، نسبشان بهترین نسب در عالم. بنابراین وقتی که پادشاه روم که یکی از ابرقدرت‌ترین دولت‌های آن زمانه بود که 2 امپراتوری بزرگ بود در آن زمان، یکی روم و یکی فارس، آن پرسجو کرد پیغمبر خدا را، در خصوصشان بعضی عرب‌هایی که در شام وجود داشت آنها را فریاد کرد و گفت که کیف نسبه فیکم،
نسب محمد در بین شما چه خیل است؟ ابو سفیان در آن زمان کافر بود، مشرک بود، پیغمبر خدا را اعتراف نمی کرد، لیکن گفت که هو فینا ذو نسب. محمد در بین ما شخصی صاحب نسب است. نسبش بزرگترین انسان در بین مکه صاحب نسب عالی این محمد است. گفت جواب داد. پادشاه گفت که کذالک الرسل تبعث فی نسب قومها، همین طور پیغمبران نیز در عالی ترین نسب قومشان فرستاده میشن. یعنی پیغمبرها را الله تعالی از چنین عائله های اختیار میکند که نسب های آنها نسب های تازه و نسب های عالی باشد. در نسب آنها شخصان دزد و متهم، شخصان غارتگر و بی معنا، بی تربیت، انسانهایی که نسبشان آمیخته شده یا زناکار انسانها نباشد، برای آنکه نسب به سبب زنا و ایران میشود. شخصیت های پاک الله تعالی از آنها پیغمبرها را اختیار میکند. هرقل گفت که کذالک الرسل، همین طور گفت پیغمبرها عادتا از بهترین نسب قومهاشان اختیار کرده میشد و این نشانه پیغمبری اشان است. گفته آن پادشاه جواب گردانیده بود. پیغمبرمان محمد پسر عبدالله، عبدالله پسر عبدالمطلب، عبدالمطلب پسر هاشم، هاشم ابن عبدمناف، یعنی ابن به معنای پسری، ابن عبدمناف ابن قصی ابن کلاب ابن مره ابن کعب ابن مالک، همین خیل تا عدنان. صحیح بخاری، در کتاب صحیح بخاری امام بخاری ذکر کردن و علما گفتند که تا عدنان که بین پیغمبر و عدنان 20 نفر هست، نسب پیغمبر یگان خلاف نیست که درست است، یگان خلاف نیست، پیغمبری خدا نیست. تا اینجا میگفتم و باقی مانده از عدنان تا حضرت آدم علیه السلام پدر آدمیزاد کذبا نسابون، عالمان نسب خطا کرد در این باره. یعنی خلاف ها هست. بنابر قول یک عالم نسب گیرید، شاید یک انسان دو انسان در نسب اضافگی است. در بنابر قول دیگر عالم نسب گیرید، یعنی باز یک چند دیگر اضافگی است یا کم است یا جایهای آنها عوض می شود، خطاگی های هست. بنابراین تا عدنان خلافی ندارد و خلافی ندارد که عدنان فرزندان اسماعیل پسر ابراهیم خلیل الله است و ابراهیم هم میگن خلافی نیست که پسر نوح علیه السلام است. یعنی چند پدرها دارد در بین و نوح بعد 10 قرن 10 نسلی حضرت آدم علیه السلام به دنیا آمده. نسب پیغمبر علیه السلام در حقیقت بزرگترین نسب است. اما مادرشان نیز آمینه بنت وهب نسبشان بعد چند نفر رفته باز به نسب پدرشان همراه می شود. پیغمبر خدا تا سن 40 سالگی در مکه مکرمه پیغمبر نبودند، یک مرد عادی بودند، لیکن در بین مکه با محمد الامین لقب مشهور شده بودند. محمد امین، مقصد از کلمه امین امانت نگهدار و همچنان از بدی او همه در امن است، در ایمین است. از زبان پیغمبر و از دست پیغمبر کسی اذیتی نمیدید. بنابراین محمد الامین گفته در مکه مشهور شده بود. در اهل مکه از همه به آدابترین و به اخلاقترین و محبوبترین شخص این پیغمبری ما حضرت محمد علیه السلام بود. تمام اهل مکه احترام میکرد. یگان شخص نبود که پیغمبری خدا را تا پیغمبریشان بد میدیده باشد. در سن 25 سالگیشان به بهترین زنهای دنیا، به عالیترین زنهای اهل مکه، به حضرت خدیجه رضی الله عنها خانه‌دار شدند. حضرت خدیجه در آن هنگام 40 ساله بودند، پیغمبر خدا 25 ساله بودند. در این حالت پیغمبر دختر نگرفتند و یک زن با عقل را اختیار کردند که اختیار پیغمبر خدا حضرت عایشه را این اختیار مرد کامل با زن کامل بود که حقیقت بایهای مکه و رئیسان مکه به خواستگار شدن به حضرت خدیجه از هیبت خدیجه می ترسیدند. یعنی
قوتی یا جرأتی رفته خانه‌داری کردن را نداشتند که حضرت خدیجه خود و پیغمبر خدا خبر فرستانید که اگر خدیجه را به نکاح می گرفته باشد و خانه‌داری راضی باشد، حضرت خدیجه راضی است. گفته با یکی از خدمتگارانش به سوی پیغمبر خبر فرستانه بود که پیغمبر این خبر را وقتی که به عمک‌های خود گفتند، عمک‌های پیغمبر در حال به خواستگاری رفتند و خدیجه را به پیغمبر خانه‌دار کردند. از حضرت خدیجه پیغمبرمان 6 فرزنددار شدند که همگی فرزندان پیغمبر 7 نفر است. از بین این 7 نفر 6 نفری آنها از خدیجه است. اولین فرزند جناب رسول الله این قاسم بود که در سن 1.5 سالگی 2 سالگی بنابر بعضی روایت ها از عالم چشم پوشید و پیغمبری خدا با همین فرزند بزرگیشان قاسم در بین عرب ها کنیه گرفته بودند، یعنی ابوالقاسم بودند، پدر قاسم. که عرب ها یک عادت داشتند که اگر انسان را با نام خودش گرفتند کمی بی‌ادبی هم هست، بنابراین با لقب‌های زیبا یا اینکه با کنیه نامگیری می‌کردند. کنیه این مانند پدر عبدالله، یعنی ابو عبدالله، ابو علی پدری علی، ابو القاسم پدری قاسم، همین خیلی نامگیری می‌کردند که کنیه پیغمبر ابو القاسم بود. بعد قاسم زینب دخترشان و ام کلثوم دختری دیگر و رقیه دختری دیگر و فاطمه تولد شده بودند. 4 دختر و 2 دیگر پسرشان، یکی ابراهیم که ابراهیم از خدیجه نبود و بلکه از ماریه قبطیه، یکی از کنیزهای پیغمبر خدا بود. ابراهیم یعنی از خدیجه نیست. و دیگری به نام عبدالله فرزند داشتند. همه فرزندان پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیش از پیغمبر وفات کرده بودند غیر فاطمه. خاصتا پسرهای جناب رسول الله در ایام کودکی از دنیا گذشتند. بنابراین خداوند بزرگ در سوره احزاب گفت که ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد پدر یگان مردهای شما نبود. یعنی محمد علیه السلام صاحب پسر نبود، پسرهاشون بر وقت گذشت، پسری بزرگ نداشتند. یعنی این دلبرداری به آنهایی که پسر ندارند. و دخترهاشون همش به وایه رسیده بود، لیکن همه آنها در حیات پیغمبر از دنیا گذشتند. حتی ابراهیم در سن 1.5 سالگی از دنیا گذشت، لیکن فاطمه رضی الله عنها دختری آخرینشان که بعدی پیغمبر هم زندگی کرده بود و بعدی 6 ماهی وفات رسول الله و نیز از این دنیای فانی به آخرت بی آخر رحلت کرد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در سن 40 سالگی از جانب خدا پیغمبر شد. در غار حرا که واقع در شهر مکه در قله بلندی کوه نور واقع هست، در آنجا پروردگار عالم را عبادت میکردند که جبریل علیه السلام به نزدشان آمده اولی 5 آیت سوره اقرا را نازل کرد که با این پیغمبر خدا پیغمبر شد. و بعد مدت سوره مدثر آمد و با آن رسول شدند. خداوند بزرگ پیغمبر را امر کرد که خسته مردم را دعوت به این دین خدا کنند. و بالای کوه صفا برآمدند، 45 نفر خویشاوندانشان را جمع کردند، برای آنکه الله تعالی گفت که و انذر عشیرتک الاقربین، تو اول خویشاوندان خود را دعوت به این دین مقدس اسلام کرد. در آن زمانه پیغمبر شدند که مردم دخترهای خود را به قتل میرسانیدند، همه خداهای باطل داشتند، بت و صنم و هیکل را عبادت میکردند، بسیار غارتگری و حتی آنهایی که به عبادت حج میرفتند با اهل و عائله خود خیر و منظوری ابدی را کرده میرفتند که اکثریت مردم از سفر حج باز نمیگشتند از سبب بسیار بودن دزد و غارتگرانی که به نفس انسان و به مال انسان تجاوز میکردند. یک زمانه بود که در کتاب‌های تاریخ هر یک منطقه های دنیا را وصف کردند که در کجاها چه خیل گناه ها بود. بسیار عالم دور رفته بود از انسانیت، از حد و حدود انسانیت گذشته بود. پیغمبر خدا را برای تربیه نیک دادن، برای اخلاق حمیده دادن تمام مردم دنیا
الله تعالی پیغمبر گردانید. 45 نفر خویشاوندانشان در زیر کوه صفا جمع شد. پیغمبر علیه السلام به بالای کوه صفا برآمدند و گفتند که من در بین شما چه خیلی انسان هستم. همه یک جایه گفتند که تو بهترین ما هستی، راستگویترین ما هستی، امانت نگهدارترین ما هستی. خلاصه از تو دیگر شخصی بهتر در بین مکه وجود ندارد. گفتند که اگر من گویم که برای شما در قفای کوه یک گروه لشکرهای دشمنا برای ویران کردن شهر مکه و برای قتل رسانیدن شما آمده ایستاده اند، گویم آیا شما به این سخنی من باور میکنید؟ آنها گفتند که بله، ما سخنی تو را اعتراف میکنیم. در همین هنگام پیغمبر خدا گفتند که مرا الله تعالی پیغمبر گردانید. در این هنگام عمکشان ابو طالب پای افضال خود را گرفت و به سوی پیغمبر خدا هوا داد: تبا لک لهذا جمعتنا، هلاکی باد برای تو، برای ما را برای این شده ما را جمع کردی، برای همین سخنی دروغ جمع کردی. گفته وقتی که پای افضالش را هلاک داد، هوا داد، الله تعالی قرآن نازل کرد: تبت یدا ابی لهب و تب. ابو لهب هلاک باد و هلاک هم شد. وقتی که این آیت نازل شد، ابو لهب گفت که من خود را با پول و فرزندانم از آتش دوزخ نجات میدهم. سپس دوام آیت نازل شد: ما اغنا عنه ماله و ما کسب. مال ابو لهب و فرزندان ابو لهب را از آتش دوزخ به حاجت کرده نمیتواند. ابو لهب زود است که به دوزخ میدراید و امرأته و همسرش نیز به دوزخ میدراید. حمالت الحطب، همسرش آیه پیغمبر به زیر راه پیغمبر و راه نمازگزاران خار میپرتافت. درخت خرما که خارهای سخت دارد، شبانه آن را به راه میپرتافت تا اینکه به پای آنها درآید و در گردنش اینها را آویزان گرا میگشت. خدا در سوره مسد این را با این یعنی اسلوب نقل کرد که اون زنک این خیلی عمل میکرد. زنش را هم الله تعالی وعده به آتش دوزخ کرد در آن هنگام.